Давай. Assalomu alaykum Rasul. Alaykum assalom. Baxtsiz Facebookga ariza omadagi shimoda. Ariza? Aha, ariza. چه عریضه؟ عریضه شکایتی از نام احتمبی؟ احتمبی که خونه ای؟ نه، احتمبی که خونه است. این بخیره؟ این بچه کو احتمبی کسان زنیم؟ اونجا هست نرسل بخشیش. کو تلفونش؟ لقب جان اونجا است. رحمت اپسون رحمت. بایرش مفت. بچه هفت سویره دار احتمبی طولی 6 او بچه همسر ندارم بایتا دوزنه همین ندارم ترسیدن در کار ندارم بازی کو تو را بینه 918 66 87 احتمبی کنه الو سلام احتمبی سازی داده زنده ای در کجایی در نزدیکی همین اداره ما کنی تیز و پیش مرا درو با کابینت مرا درو تیز کن اینجا بیا باید چرچر میکنه اینجا بیا من تر سوال میتونم تو مرا سوال نته تیز کن جیگرات بریزه احتمبی از خپکات ترسیدم در کره ندارم زندگی زیبا بیا کنی صدر کی؟ ممکن خبر ازم فریاد کنه بشیجه بشین تیجه سازی میشه شیلی خلو گشتیم خوبی آخی؟ ساز شیلی خلو گشتیم مایده تیجی بودایی خلو خلو ها تینجی ما گفتیم همین تو پرسیم که تینجیه؟ تینجیه؟ زندگی ها چقدر؟ زندگی ساز شیلی خلو خیلی کم وزمینتر پریچوز کردی خیلی؟ ساز گرایشون نه اگه تل چپه های همون زمین گندم باری؟ اسلوش میکنیم این چی سن فرمای؟ اسلوش میکنیم خواهد زندگی ها سوز رفتی؟ ساز شیلی خلو شیلی خلو میگم تا سفیده که خشرو بودی سازینه سیاه شدی چخیلی شدی؟ خیلی کم وزمینتر کم خیلی زندگی هستی در کدام طرفش وزمینتره که در کدام طرفش صدفویزه؟ یک طرفه انیق یک طرفه؟ یک طرفه؟ یک قنبوت زنده همین عرفیت توجیکی میگن یک زنه و یک درجه روش سیاه دوزنه رو دو بروش نه؟ از جنگاه دوزنه رو دو پری روش سیاه میگن عرفیت ها خبابی که دو بروش سیاه باشه؟ نه ما شاگرد شما کو شاگردی من عریضه آماده گرد چه عریضه بسید؟ عریضه شکایتی از نامی یک زن برای احتمبی دادن ما شاگردی ما درباره چی بسید؟ درباره چیه؟ عریضه شکایتی طول 6 ماه می شود که احتمبی دو زن دارد و مقصد شکایت کرده شده است بالای تو نه کسی دروغی بوغر نکنه دروغه؟ شاگرد اختار بوغر نداری ما میگه دروغه آخه عریضه میگم تو نمیفهمی عریضه یعنی آدمی یعنی بخیل نویسته که مناسبت ویرون کردنی هست یعنی علوم عریضه نویسندگی بخیله؟ او یعنی دشمن بخیله ابله عریضه را زنود نوشتگی هست زنود؟ زنود کدامیش؟
باز یگان چیز دیگر بیارم. تشکر مامان تشکر سلامت باشید دخترک زیبا لبای یک چی پرسم ممکن مرحمت پرسه او همون بچه همونجا نشسته چیکار است وای یک نفر دانشجو دانشجو او هر روز همه خیلی خوراک میخوره قریب که هر روز هم تشکر شد یگان چی در کرده؟ نه تشکر دودر جان دبای چی نام داری؟ خول محمد خول محمد؟ خول محمد ای قندت از آن خول محمد جان تو چندم کورسی؟ دیوم خول محمد جان دبای تو هر روز همه خیلی خوراک میخوری نه هیچ گپ نداره بهترین است لیکن خول محمد جان تو باید خوراک با قوت خوری چون که تو آینده ما هستی آینده شما پروفسور میشوین شاید یگان کارگری کلان میشوین بله ها انا برای همین تو باید با قوت خوراک خوری خوراکای با قوتی که ویتامین ارگانیسم میگن کو انا چی باید با قوت باشن فهمیدی خول محمد جان خب دویم چند سال دیگر میخونی 3 سال دیگر 3 سال دیگر آفرین نباشه برای خوراک با قوت خوردن ها چی لازم مبلغ آفرین خول محمد جان دویم کورس این سال تمام میکنی ها مبلغ کمتر بود تمام شد انا خول محمد جان خب انا اینا میگیری خوراک با قوت میخوری ها یک عالمی با قوت میشوی فهمیدی خول محمد جان سلامت باشی خوب باش بشی اوضاع مسئله کم خود نمیشه خول محمد لبایکا چی گپه؟ هیچ گپ نیست خیلی چی گپ نیست من ترا $100 داده بودم هواکا گفتم که با قوت خور خوراکای با قوت خور گفتم بعدی چی گپه؟ اخی اکا ایده با قوت چه بر یکم جو دیگه دیده